به نام خدا. سلام حضور گرمتان آرزومند هستم انشالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز میخوایم شما را با طرز کالرایز نمودن و یا استایل نمودن فولدرها آشنا بسازیم که چگونه ما شما میتونیم فولدرهای ما را نه تنهایی که رنگ کالر بدهیم بلکه ما شما بتانیم آیکن آنها را نیز تغییر بدهیم. پس تا آخر ویدیو ما را بیننده باشید. دوباره خوش آمدین دوستان. اگر تا اکنون چینل خودتان سابسکرایب نکردین همین اکنون اقدام به سابسکرایب نمودن چینل خودتان بکنید تا از آخرین جزئیات و مواردی که در چینل تو برای شما به اشتراک میگذارم آگاهی دریافت بکنید. خب دوستان در قدم نخست ما شما گوگل کروم یا هر با براوزر که می داشته باشین باز میکنیم به شکل. بعد از که باز کنید دوستان در قسمتی که شما آدرس وبسایت ها را تایپ میکنین قسمت نوشته میکنیم فولدر کالرایز درسته یا کالرایزر. بعد از اینکه نوشته کنیم انتر میکنیم. با مجرد که ما شما انتر کردیم اولین آپشن که وجود فولدر کالرایز دانلود که از بالازی کلیک شما میکنین. بعد از اینکه ما شما بالازی کلیک کردین قسمت مستقیما ورژن یا نمونه ویندوز ما را شناسایی میکنه و برای ما شما میگه فری دانلود فور ویندوز. بنان بالای عزیز ما شما چی میکنیم دوستان کلیک میکنیم. بعد از این کلیک کردیم شما کار نمیداشتن چون که یک ادورتایز هسته نو تانکس برش میگین. خب بعد از که کار کردیم ما شما لحظه صبر کنید تا صفحه بعدی برای ما شما نمایان شوند. بعدا از این قسمت ما شما بالای دانلود کلیک میکنید. بعد از که بالای دانلود کلیک کردیم لحظه صبر میکنید تا دانلودینگ ما آغاز شود. خب دوستان شما متوجه میشین که اینجا دانلودینگ ما آغاز شد. تقریبا 2-20 سالش اما ما فعلا این را دانلود نمیکنیم چون که قبل این را دانلود کنیم به خاطر از اینکه وقت بیشتر ما را نگیره. این قسمت دوستان بعد از که دانلود کنید پوشه دانلود قسمت بر شما ظاهر میشه و رایت کلیک کنید بالایش و بعد رن از ادمنستریتور برش بگین. خب بعد از که ما شما رن از ادمنستریتور کردیم مرحله انستالیشنش برای ما شما یا ویزردش برای ما شما اوپن میشه. قسمت تکس برش میگین. اگر دوستان شما میخواین موقعتش تغییر بدین یا لوکیشن انستالیشنش تغییر بدین میتونین اما فی الحال ما این میره به می حالت دفولتش میمونیم. بعدش هم نکس میگیم و اینجا یس برش میگین. خب و این قسمت هم شما میتونید یک نام برش تعیین بکنید زمانی که بر شما نمایش داده میشه چه قسمی باشه و بعدش هم نکس برش میگیم و اینستال. بعد از اینکه نصب و اینستالیشن پروگرام ما به اتمام رسید شما این قسمت فینیش کلیک میگین. بعد از که ما شما این کارا کردیم اینا اگر در صورت که بخوایم ما شما از این پروگرام استفاده کنیم چطور میکنیم ما شما یا رایت کلیک میکنین نیو و از این قسمت شما چی را انتخاب میکنین فولدر را انتخاب میکنین یا ما شما از شراکتش البته دوستا استفاده میکنیم درست هسته و یا ما شما از شراکت استفاده میکنیم که کنترل شفت ان هسته به شکل درست است. بعد از اینکه کار ما شما نمیره ما شما بود فرض کپی میگیریم چند فولدر را میرسیم درست است به شکل. خب نامه از ایران تمام شما سلکت میکنیم به شکل بالفرض F2 را فشار میدیم اسم شما مثلا یک باشه درست است. اینا اگر صورت که ما شما بخوایم یک کالرایزیشن بکنیم یا آیکن فولدرهای ما را تغییر بدیم چیکار میکنیم دوستان بالاش رایت کلیک میکنین. بعد شما اینجا چی داریم دوستان چنج فولدر آیکن داریم که از این قسمت ما شما میتونیم اینا را تمامشن نه تنها که رنگاش رو تغییر بدیم بلکه آیکناش رو تغییر بدیم. بالفرض ما شما رد انتخاب میکنیم. بعد از این رد انتخاب به شکل میشه یا دوباره میم دوستان مثلا شما اولش انتخاب میکنیم به شکل و از قسمت چنج فولدر آیکن درست مثلا ما شما ورک انتخاب میکنیم یا اوریدی انتخاب میکنیم. هر کدامش که شما انتخاب میکنیم میتونین انتخاب بکنیم و به شکل میتونین آیکن فولدر ما رو چی بکنیم دوستان تغییر بدیم و همچنین اگر در صورت دوباره بخوایم را به شکل دفولت یا گذشته بر بگردانیم البته دوستان چیکار میکنیم بالای چنج فولدر آیکن شما کلیک میکنیم و بعد شما قسمت چی داریم ریستور دفولت داریم بالای کلیک میکنیم پس و حالت گذشتهش برمیگرده و همچنان دوباره میایم رایت کلیک میکنیم در قسمت چنج فولدر آیکن میایم از این قسمت اگه بخوایم آیکن‌های بیشتر انتخاب میکنیم مور آیکن برش میگیم و از این قسمت میتونیم آیکن‌های بیشتر چی بکنیم انتخاب بکنیم و نگفتن نباید گذاشت که این قسمت میتونین خودتان آیکن‌ها رو چی بکنین کستومایز بکنین که رنگش چی شکل باشه دوستان. بالفرض مثلا ما شما رنگش سرخ میگیم از قسمت اوکی
یعنی آپشن های مختلف متنوع داره، اما این شکل فری یا رایگانش هست. اما اگر دستوری که شما بخواین فول ورژنش بعد از برین از این قسمت شما میتونین ایرا بای ناو برش بگین، یعنی شما ایرا میتونین چی بکنین؟ خریداری بکنین. خب این بود موضوع امروزی ما. رزومند است ان شاء الله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در کانال یوتیوب برای شما آپلود میکنم، پس کانال خودتان سابسکرایب نمایین و ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.